سلام، وقت همگی بخیر. امید که جور و صحت سلامت باشید. در این ویدیو به شما آموزش خواهم داد که چگونه دنبال کردن و یا فالو کردن فیسبوک را فعال کنیم. خب دوستان عزیز، تا آخر بیننده باشید. من چگونه و کدام گزینه ها را در اینجا تغییر و یا تبدیل می کنم و یا تغییر می دهم. در اینجا بیننده باشید. خب دوستای عزیز، آمدیم داخل تنظیمات، دنبال کنندگان و محتوای عمومی. خب ببینید دوستای عزیز، اینجا گزینه هایی هست که من غیر فعالش کردم برای آموزش و فعلا روی عمومی میزنم. همش روی با انگلیسی میشه پابلیک و با فارسی میشه عمومی. روی عمومی همهش میزنم. تمام گزینه ها رو روی عمومی زده و از اینجا خارج میشه. از اینجا خارج شده، بالای اکانت خود کلیک کرده و 3 نقطه را میزنیم. مشاهده با عنوان را بزنید و به طور بیگانه میتوانید ببینید.